یه روز توی زیرزمین ساده تو مریلند آمریکا یه مهندس جوان به اسم تیم سوینی با لپتاپش مشغول ساخت اولین بازی خودش شد. اون پروژه کوچیک تبدیل شد به چیزی که امروز بهش میگیم اپیک گیمز. خوش اومدیم به اولین پارت از سری ویدیوهایی که قرار توش راجع به آنریل انجین 5 صحبت کنیم و آموزش این انجین تریپل ای محبوب رو ببینیم. قاعدتا شما اگه علاقه‌مند به بازی سازی باشید یا تو حوزه معماری کار کنید یا حتی انیمیشن و شبیه سازی های صنعتی، نیاز به یادگیری این انجین دارین و بهترین بخشش اینه که این انجین کاملا رایگانه تا زمانی که استفاده تجاری کنید به درآمد $1,000,000 برسید. بعد از اون قاعدتا یه سهمی از فروش بازی رو باید با اپیک گیمز شریک بشید. واسه دانلود آنریل انجین 5 باید نرم افزار استور اپیک گیمز رو دانلود کنید. میتونید به سایت خود آنریل انجین برید و این گوشه دانلود رو بزنید یا به store.epicgames و باز هم دانلود اون گوشه بزنید. اینجا که دانلود رو بزنین خودکار خودش شروع میکنه دانلود کردن فایلو. حالا من از قبل رو سیستم هم نصب هست و سیستم که نیاز هست اگه بخوایم یه مرور سریع با هم کنیم، خود آنریل انجین میگه که حداقل باید 8 گیگابایت مموری گرافیکتون، کارت گرافیکتون باشه، 32 گیگ رم داشته باشید. البته پایینتر میگه که با 16 تا 16 گیگابایت مموری هم کارتون راه میفته. من خودم 16 گیگابایت مموری هم برای کارهایی که سبک باشه جوابگوه کاملا، حتی تا متوسط. ولی اگه خیلی حرفه‌ای میخواید کار کنید باید حداقل 32 گیگ رم رو داشته باشه سیستمتون. اگه کارت گرافیکتون از سری RTX هم نیست یا حالا AMD از رده‌های بالاش، بهتره که آنریل انجین 4 رو نصب کنید، چون که یه ذره اذیت میشی با آنریل انجین 5 به خاطر سیستم پردازی لومنش و ری تریسینگ. بعد از اینکه استور اپیک رو دانلود کردین و نصب کردین، باید یه ثبت نامی داخلش انجام بدین با ایمیل و این گوشه میبینید که نوشته آنریل انجین. روش کلیک میکنید، به بخش لایبرری میرید. اینجا قاعدتا چیزی براتون نمایش داده نمیشه، ولی من 3 تا نسخه از آنریل انجین رو سیستمم نصبه، شما دارید میبینید که اینجا هست. ولی اگه بخواید یه نسخه جدید دانلود کنید، روی این به اضافه کلیک میکنید، نسخه مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. مثلا دیفالت معمولا آخرین نسخه رو خودش انتخاب میکنه. اگه خواستین آنریل انجین 4 نصب کنید، روی 4.26 میذارید. اگه نه که یکی از نسخه های آنریل انجین رو دانلود میکنید. استیبل ترین نسخه که الان اینجا نشون نمیده شما نصب دارم 532، یعنی اگر دنبال یه نسخه استیبل از آنریل انجین هستین و مثلا علاقه به ویژگی هاش که تو نسخه های آخر اضافه شده ندارید، که البته توی ویدیوی دیگه میپردازم به اینکه تو هر نسخه چه ویژگی اضافه شده، میتونید 532 نصب کنید. ولی اگر علاقه دارید که آخرین نسخه باشه 56 انتخاب کنید و اینستال رو بزنید. بعد از اینکه اینستال رو بزنید، اینجا یه گزینه‌ای هست به نام آپشن. بریم خیلی سریع مرور کنیم با هم که هر کدوم از این تیک هایی که میزنید برای چیه و چه چیزی اضافه میکنه به انجین. قاعدتا اولین گزینه که اصلا تیکش قابل برداشتن نیست، خود کور انجینه که هسته اصلی آنریل انجینه که برای اینکه انجین اجرا بشه نیاز بهش داریم. استارتر کانتنت مجموعی از آبجکت ها و متریال ها و نورها و افکت ها و صداهای آماده است و میتونید تو پروژه هاتون استفاده کنید ازش. یه جعبه فرد تصور کنید از چیزهایی که برای آموزش آنریل انجین شاید یا حتی پیش بردن یه پروژه ساده بهش نیاز داریم، به صورت خیلی آماده داخل این بسته هست. دومیش تمپلیتس اند فیوچر پکس. داخل این یه سری قالب‌های آماده یا پروژه ها هستن، یعنی آنریل انجین اومده در شرکت اپیک براتون یه سری تمپلیت گذاشته، یعنی که مثلا اگر میخواید بازی سوم شخص درست کنید،
بذاریم مثلا اینجا توضیح بدم کامل براتون. گیم انجین آنریل انجین 5 و 3 براتون یه سری قالب آماده گذاشته. اگه خواستید میتونید روش کلیک کنید و تا یه جایی از پروژه رو در حد شروع پروژه براتون خود اپیک گیمز آماده گذاشته که کمی کارتون آسان تر بشه. دومین گزینه انجین سورسه که مخصوص کسایی بیشتر که میخوان یه نسخه تغییر یافته از آنریل انجین رو برای خودشون بسازن. این کسایی که برنامه‌نویس سی پلاس پلاسن و میخوان روی خود آنریل انجین سری قابلیت اضافه کنن با کد سی پلاس پلاس. معمولا تیمای بزرگ یا کسایی که گیم‌های تریپل ای با بودجه‌های بیشتر میرن سراغ این تغییرات. معمولا تیمای کوچیک زیاد نیازی پیدا نمی‌کنن چون خود انجین قابلیت‌های داره که در حد دابل ای یا گیم‌های ایندی جوابگو باشه. متا هیومن کریتور کور دیتا مخصوص کسایی که بخوان از متا هیومن برای ساخت کاراکتراشون استفاده کنن که حالا توی یه ویدیو میپردازم به اینکه متا هیومن چیه، چه کاربردی داره و چگونه باید ازش استفاده کنیم. ادیتور سیمبولز فور دیباگینگ مخصوص کسایی که میخوان کدای سی پلاس پلاس بزنن و کداشون رو کامپایل کنن. یعنی اگه شما برنامه‌نویس سی پلاس پلاس هستی که میخوای یه سری کدایی که مینویسی توی بلوپرینت استفاده کنی و توی ویژوال استودیو کد به طور مثال کد بزنی، نیازه که این تیکو بزنی. و این پایینتر تارگت پلتفرم رو داریم. به صورت دیفالت بسته‌هایی که برای خروج پی سی لازمه با خود انجین دانلود میشه، ولی اگه بخوای روی اندروید، آی او اس، لینوکس یا تی وی او اس خروجی بگیری باید تیک این پلتفرم‌ها هم بزنی و هر چیزی که لازمه تیکشو بزنید. یعنی لازم نیست که همه اینا تیکشو بزنید اگر مثلا استفاده کاربردی براتون نداره. انجین هم که دانلود کنید بعداً میتونید این تیکا رو بزنید. یعنی اینجا این گزینه مثلا مثال سال من که مثلا اینجا گزینه آپشن رو میزنین، این تیکو میزنید و اپلای که بزنین خودش بقیه‌شو براتون دانلود میکنه. این باز نشد. توضیح بدم که تمپلیت هم چیه. همونجوری که می‌بینی اگه مثلا روی گیمز کلیک کنم اینجا برام یه دونه پروژه فرست پرسون داره، ترد پرسون داره. از بالا اگه بخوام پروژه ماشینی برای مخصوص وی آر، مخصوص ای آر، اگه تو حوزه معماری باشید برای دیزاین، اگه حوزه انیمیشن بخواید کار کنید، به صورت خیلی چیزای ابتداییشو اپیک گیمز برای شروع پروژهتون براتون آماده میذاره داخل اینا. ولی اینجوری نیست که فکر کنید حالا مثلا اگه ترد پرسون شو گذاشتین دیگه تمامش آماده است و شما نیاز نیست کاری انجام بدین. خیلی ابتدایی در حد حرکت کاراکتر، چرخش دوربین، چیزای این شکلی براتون آماده گذاشته. تو ویدیو بعدی با محیط آنریل انجین یکم بیشتر سعی می‌کنیم آشنا بشیم و یه چرخی داخل انجین میزنیم. اولین کد بلوپرینتمون هم میزنیم که آماده ورود به دنیای بازیسازی بیشتر بشیم. ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. فعلا